توی این ویدیو قرار بریم سراغ یه جزیره کوچیک توی غرب اروپا که تبدیل شد به بزرگترین امپراتوری تاریخ. از اتحاد پادشاهیاش گرفته تا نبردهای مهم تاریخیش و نیروی دریاییش که اون رو تبدیل کرد به امپراتوری بریتانیا. اولین یک جانشینی که تو بریتانیا تخمین زده شده زمان سلت هاست و بعد رومی ها که امپراتوری روم رو داشتن و بعد هم وایکینگ ها و آنگلو ساکسون ها. سال 43 میلادی اولین باری بود که رومیا اومدن و از دست سلت های منطقه رو گرفتن. اونجا بود که رومیا اومدن شهر ساختن، دیوارهای مهم شهر رو ساختن، قلعه ساختن، جاده ها رو ساختن. حالا دست کی؟ از دست وایکینگ ها. توی قرن 5 میلادی دیگه امپراتوری روم ضعیف شده بود و مجبور شدن که اون مستعمره خودشون رو ول کنن و برگردن برن به همون اروپا، از این جزیره دور بشن تا بتونن اون حکومت خودشون رو یکم زنده تر نگه دارن. اینجا جایی بود که دیگه یک حکومت مرکزی به انگلستان حکومت نمی‌کرد. چند تا حکومت کوچیک کوچیک داشت که هر کدوم برای خودشون مستقل بودن و گهگداری هم تو سر و کله هم دیگه می‌زدن. تو همین حین بود که آنگلو ساکسون ها از شمال آلمان و بلژیک اومدن به انگلستان و اونجا بود که یکم این بریتانیای امروزی که ما پیش اسم انگلستان امروزی که میشناسیم بیشتر از اون موقع شروع کرد به انگلستان شدن. اون آنگلو ساکسون ها که اومدن به منطقه و دیدن که یک سری پادشاهی هست، اینام اومدن و به همون شکل به چند پادشاهی تقسیم شدن، مثل چند تا استان، مثل اینکه یک کشور بوده ولی چند کشور بوده. دو تا از مهمترین پادشاهی‌ها وسکس و ورسیا بودن که تا قرن نهم یعنی 400 سال داشتن تو سر و کله هم می‌زدن، تا اینکه آلفرد کبیر پادشاه وسکس اومد و در برابر وایکینگ‌ها تونست خودی نشون بده و زد تار و مارشون کرد. اونجا بود که تونست این پادشاهی‌ها رو همه رو بیاره زیر یک به قولی پرچم و بتونه با هم متحدشون بکنه. این آنگلو ساکسون ها 250 سالی حکومت کردن بعد از اینکه اون آلفرد کبیر اومد و اون اتحادیه رو شکل داد. اینجا بود که فردی به اسم ویلیام فاتح که از نوادگان همون وایکینگای قبلی بود از شمال فرانسه اومد و لشکری عظیم آورد به سمت انگلستان و زد این آنگلو ساکسون ها رو با خاک یکسان کرد، یعنی ریشه‌شون رو کند. اسم این نبرد هم معروفه، هستینگز. برید سرچش بکنید ببینید که چقدر کشته داده و اونجا بود که تونست ویلیام فاتح سلسله نورمن ها رو توی انگلستان پایه‌گذاری بکنه و تا صدها سال بعدم این سلسله نورمن ها اون سیاست هاشون، اون خوی وایکینگیشون بر مردم انگلستان تاثیرگذار بود و اون سیاستشون خیلی به تبدیل شدنشون به یک امپراتوری کمک می‌کرد. اگر روی نقشه دقت بکنید انگلستان و اسکاتلند بغل همن و اینا سالیان سال بعضی وقتا با هم جنگشون بوده، بعضی وقتا با هم صلحشون بوده، ولی خیلی کشمکش داشتن. تا اینکه سال 1603 جیمز ششم پادشاه اسکاتلند به عنوان جیمز اول انگلستان هم تاجگذاری کرد. اینجا شد که انگلستان و اسکاتلند رفتن زیر یه پرچم و به قولی داداشی شدن با هم، چون پادشاهش یکی بوده دیگه. ولی اتحاد وقتی رسمی شد که سال 1707 یعنی تقریبا 100 سال بعد اکت آف یونین رو اتحادش رو بستن و اینجا بود که دیگه هم با هم داداشی بودن، هم جنگ‌های داخلی از بین میرفت و حالا کم کم داشت بوی یک امپراتوری به گوش میرسید که قرار دنیا رو در نبرده. 200 سال برگردیم عقب، سال 1558 پادشاه موقع کیه؟ الیزابت اول. الیزابت اول یکی از تاثیرگذارترین پادشاه‌های انگلستانه. اوضاع چطوره اون موقع؟ داخل در همه دارن تو سر کله خودشون میزنن، از بیرون هم با اسپانیا جنگ دارن و هم با اسکاتلند. هنوز اون جیمز ششمی نیامده که بیاد و با مرگ الیزابت اوله که جیمز ششم چون الیزابت اول نواده‌ای نداره، برای همین هی میرن عقب ببینن کیو میتونن بیارن، میبینن جیمز ششم کیه؟ پادشاه اسکاتلنده. حالا اینجا قبل از اینکه اتفاقات بیفته الیزابت اول میاد و میشه ملکه، شروع میکنه به ساختن نیروی دریایی قوی که ما از بریتانیا میشناسیم که معروف میشه به ناوگان الیزابت. با این حرکت هم دشمنای داخل این جزیره رو از بین میبره، میشه همون اسکاتلند خودمون که میدونیم چقدر با هم درگیرن، و هم از بیرون کسی که بیشترین ناوگان رو در برابر انگلستان میتونه بسیج بکنه کسی نیست جز اسپانیا. حتی اونا رو هم میزنن. این وسط یه نبرد معروفی که شما میتونید برید و سرچش بکنید، نبردیه که
ناوگان الیزابت و ناوگان اسپانیا به اسم آرمادا توی سال 1588، تقریبا 30 سال بعد از اینکه الیزابت اومده رو کار و پادشاهی داره میکنه، ملکه است، با هم درگیر میشن و اینجاست که انگلستان میبره. یه لحظه وایسین، اگه لایک نکردین لایک کنید، این اگر خوشتون اومد، اگر خوشتون نیومده که هیچی، اگرم که سابسکرایب میخواد بکنید و سابسکرایب نکردید یک کامنت بذارید و بعد سابسکرایب کنید که سابسکرایبتون نپره، چون ویدیو قبلی که گذاشتیم خیلی از دوستان سابسکرایب کردن ولی سابسکرایبشون اعمال نشد و یوتیوب دیگه خودتون میدونید یکم داستان داره. یک کامنت بذارید بعد سابسکرایب کنید، لایک هم یادتون نره. بریم ادامه ویدیو. ملکه الیزابت بعد از اینکه توی اون جنگ برنده میشه و اعتماد به نفس بالایی پیدا میکنه، میفرسته این ناوگانو که برید اکسپلور کنید، برید و بگردید و اکتشاف بکنید و جاهای جدید رو پیدا بکنید، توی پرانتز استعمار کنید. این استعمار یکی از جاهای مهم میشه توی اون دوره ملکه الیزابت اتفاق میفته. هنوز کمپانی هند شرقی اتفاق نیفتاده، هنوز از دماغه امیدنیک نتونستن بگذرن. داریم اولین استعمارها، اولین اکتشافات جاهای جدید رو داریم براتون میگیم. رفتن و الان رسیدن به آمریکای شمالی، رفتن به غرب، رفتن تا رسیدن به آمریکای شمالی، به اون آمریکایی که امروزه ما داریم میشناسیم و 200-300 سال بعد اومدن و پایگذاری کردن آمریکای اصلی رو. الان تازه شده استعمار مستعمره انگلستان و این میشه نقطه عطفی برای شروع امپراتوری بریتانیا. داریم از قرن 16 حرف میزنیم، ملکه الیزابت اول، ولی اوج قدرت بریتانیا توی قرن 18-19. یعنی کی؟ یعنی همون دوره‌ای که ما توی ویدیوی دوزای دریایی خلیج فارس بهش گفتیم، لینکش این بالا میاد، میتونید کلیک بکنید و ببینیدش. داریم میگیم قرن 18-19. بزرگترین اسمی که وقتی داریم توی این دوره ما تاریخ رو میخونیم به گوش میرسه ناپلئون کبیره. توی اون دوره است که ناپلئون داره همه رو میروفه، میره جلو و اینجا توی نبرد واترلو انگلستان یکی از بخش‌های اصلی هست که نقش بازی میکنه در شکست ناپلئون. سال چه سالیه؟ 1815. نبرد واترلو بین ناپلئون کبیر و بریتانیا و پروس. توی قرن 19 میرسه به اوج خودش بریتانیا، به امپراتوری تبدیل شده بود که بهش میگفتن امپراتوری که خورشید توش غروب نمیکنه. حالا یعنی چی؟ یعنی که توی هر لحظه از روز که باشیم، توی هر ساعتی که باشیم، توی یکی از مستعمره‌هاش خورشید بالا بوده، تازه داشته طلوع میکرده. مستعمره‌هاش کجا بودن؟ استرالیا بوده، کانادا بوده، بخش بزرگی از آفریقا بوده، کلی از جزیره‌های کارائیب و اقیانوسیه بوده و همینطور هند که معروف بوده به جواهر تاج امپراتوری که همون داستان کمپانی هند شرقی و الی ماشاءالله. بریتانیا شده بود جایی که اصلا دیگه توش کشاورزی معنی نمیداد. همه دریانورد بودن، همه کشتی داشتن. کسی که ملوان نبود افت داشت. نمیگفتن به بچه‌شون که برو دکتر شو، میگفتن برو ملوان شو. یکی دیگه از موضوعایی که بریتانیا رو تبدیل کرد به یکی از بهترین های جهان و امپراتوری شماره 1 انقلاب صنعتی بود. یعنی درسته که یک نیروی ناوگان دریایی خیلی قوی داشت، ولی در کنار اون هم انقلاب صنعتی از انگلستان شروع شد. محصول چند برابر تولید میکنه، راه آهن داره، یعنی دیگه نیاز نیست با خر و شتر این ور و بر ببره 10 کیلو بار رو. الان چندین تن بار سوار قطار میکنه و میبره به اون کله. این داستان قرن 18-19 بود که توی اوج بود، ولی خب هر صعودی نزولی هم داره. وارد قرن 20 که شدیم، نزول بریتانیا شروع شد. قرن 20 با چی شروع شد؟ جنگ جهانی اول، سال 1914 تا 1918. درسته بریتانیا جزء طرف برنده جنگ بود، ولی خب جنگ انقدر تلفات و خرج داشت این جنگ جهانی اول که جنگ جهانی دوم نداشت، جنگ‌های قبلش نداشت. یعنی پرخرج ترین جنگ جهانی بود. اومد جلوتر رسید به جنگ جهانی دوم 1939 تا 1945. انقدر هزینه نظامی و مالی براش داشت که دید اصلا نمیصرفه بخوای این امپراتوری رو برای خودت بگردونی. آقا این سودیش کجاست؟ از اینجا شروع شد به از دست دادن، به قولی رها کردن، ولی یه سری جاها از چنگ در آوردن امپراتوری به تیکه‌های مختلف تبدیل شدن. مهمترینش 2 سال بعد از جنگ جهانی، سال 1947 الماس تاج امپراتوری هند مستقل شد. حالا فقط هند هم نبود، خیلی از جاهای دیگه هم مستقل شدن
ولی با این حال خیلی از جاها مستقل نشدن و سیاستشون تو این بود که به بریتانیا خودشونو بچسبونن، به انگلستان خودشونو بچسبونن. آقا ما با شماییم. ما نمونهشو میتونید استرالیا رو ببینید، هنوز توی پرچمشون نماد بریتانیا توی پرچم استرالیا هنوز هست. تا دهه 1960 یعنی تقریباً 20 سال این بر 40 سالم اون بر 80 سال پیش امپراتوری بریتانیا هنوز یکمش پابرجا بود، دیگه کم کم شروع به زوال کرد و کم شدن و یه تیکه که کم شدن این حرفا، تا دیگه اون امپراتوری که خورشید درش غروب نمی‌کرد شوخی بود به خاطر پیوست. با این حال که امپراتوری از بین رفته بود، ولی خیلی از آثار این امپراتوری عظیم هنوز تو زندگی ماهای امروزی قرن 21 سال 2024 هنوز هست. اینکه زبان انگلیسی یکی از زبانهای پرتکلم دنیاست به خاطر همینه. خیلی از سیستم‌های حقوقی و پارلمانی کشورهای مختلف از انگلستانه. این یک نگاه کلی به جزیره کوچیک در غرب اروپا بود که تبدیل شد به یکی از امپراتوری‌های بزرگ، یعنی بزرگترین امپراتوری، و دوباره نزول کرد و شد تبدیل شد به یک کشوری که اون گوشه است. درسته این وسط حالا اونقدر اون گوشه نیست، ولی خب دیگه اون امپراتوری نیست که در همه جا بتونه دست درازی بکنه. ممنون که ویدیو رو دیدید. اگر تا اینجا ویدیو رو دیدید یعنی اینکه خوشتون اومده و من خیلی ممنون و متشکرم که با لایک کردنتون این خوشتون اومده رو به من نشون میدید و باعث میشید که من بیشتر و بیشتر تلاش بکنم از تمام کسایی که حالا حمایت کنن، کامنت میذارن، واقعا متشکرم. و هر ویدیویی که دوست دارید بذاریم رو حتما بنویسید. من اینکه موضوع زیاده و اینکه چی بذاریم دقیقاً همیشه مسئله منه، اینکه چی بذاریم که بهتر باشه و هم از افراد پشت صحنه و هم از افرادی که به قولی شماها که دارید نگاه میکنید ممنونم. و شیر دادن و به قولی به اشتراک گذاشتن بالاترین کمکیه که میتونید بکنید و ممنون. تا دیدار دیگه، بدرود.